سلام و روزتان بخیر. من محمود مرهون هستم. شما بیننده سلسله بیایید پشتو بیاموزیم هستین. زبانهای جهان در سیستم زبانی خود دارای یک سیستم یا یک ساختار الفبایی خاص هستند. من جمله زبان پشتو یکی از زبانهای جهان دارای یک سیستم و یک ساختار خاصی الفبایی هستند که دارای 44 حرف می باشند. این حروف که 52 صدا میشن به سیستم های گوناگون یا در ردبندی های گوناگون جابجا شده که هر ردبندیش با نظرداشت مشخصات خود برای شما ارائه میگردد. اولین کاتگوری اول که هستند صداهای هستند که زبانهای منطقه که دری و عربی هستند. دری زبان افغانستان و عربی که زبان مذهبی ما هسته. با نظرداشت این دو زبان مشترکات بین پشتو، دری و عربی هستند. این حروف 28 حروف میشه که به ترتیب الف، ب، ت، س، جیم، ح، خ، دال، زال، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها و یا هستند. اینجا شما متوجه باشین هر انگاه که در هر زبان این حروف را شما میخواندین صدایشان همان یک صدا هسته. یعنی وقتی که شما صاد یا طا یا ظا یا عین یا این حروف را در زبان دری میبینید عین صدایشان در پشتو هسته و عین صدایشان در عربی هسته. با کمی تفاوتی که مردم ایجاد کرده و علتش است که زبان زیاد استفاده شده و این صداها یا مثلا محکمتر شده یا ساده تر شده. به این اساس کمی تفاوت ها وجود داره، ولی در قانون و یا در سیستم یا در تئوری صدایشان همان چیز است که در هر سه زبان وجود داره و مخارجشان همان مخارج هستند که در هر زبان استفاده میشن. کاتگوری دوم کاتگوری هستند که تنها بین زبان پشتو و دری مشترک هستند که 4 حروف میشن: چ، پ، ژ و گاپ هستند. گرچه در زبان پشتو شما یک گاپی دیده باشین که یک پندک می داشته باشند، ولی این پندکشان غیر منطقی به این اساس هستند که پندک در زبان ها برای ریتوفلکس بودن یا قاط کردن زبان میه، ولی اینجا هیچ زبان قاط نشده. پس این گاپ ها در پشتو با کش نوشته میشه که گاپی دری و پشتو یکسان هستند. اینجا شما متوجه میشین همان چه که در زبان دری تلفظ میشه در پشتو هم چه تلفظ میشه. مثل در مثال چیز در پشتو چیری، یا پ در دری یا فارسی پدر در پشتو پلار، یا مثلا ژ در کلمه ژانر که کلمه فرانسوی است در پشتو در دری هر دوشان یکسان استفاده میشه، و یا گاب گذر یا مثلا در پشتو گرانه. یعنی این حروف قسمی که در دری خوانده میشه همان قسم در زبان پشتو هم خوانده میشه. کاتگوری سوم کاتگوری هستند که در منطقه یا در زبانهای شرقی به نام حروف خاصی زبان پشتو مشهور هستند، ولی این 8 حروف تنها خاص در پشتو هست با در نظرداشت یا در مقابل دری و عربی. به خاطر اینکه این حروف در زبانهای اروپایی دیده شده، مثلا در آلمانی ت هستند در مثال پیتسک، یا مثلا ز هستند در دیگر زبان ها، یا مثلا شما شین، ژ، نور و این 4 حروف که هستند بالخصوص در زبان اردو و هندی بسیار زیاد استفاده شده. پس ما گفته میتونیم که ما 8 حروف خاص در مقابل دری فارسی یا در مقابل عربی داریم. این حروف صداهایشان خاص هستند و یک ویژگی خاص بر زبان پشتو داده که زبان پشتو را اکثر محکمتر و به اصطلاح پشتونها زیره خوانده میشه. اینجا ما میتونیم که این حروف را صداهایشان با نظرداشت حروف دیگری که ما در زبانهای عربی و دری استفاده کنیم. مثلا وقت شما میخواین ت را بخوانین شبیه یا نزدیک این یک صدا به ذهنتان میاد که او س هسته. س را که محکم بخوانین ت میسازین. دلیلش است وقتی که شما س میگین زبان نوک زبان با کام نزدیک شده س گفته میشه، ولی وقتی که تمام زبان با کام نزدیک میشه باز ت میشه. یعنی س را درشتر و محکمتر خوانده س ت میشه. همان قسم برای ز شما میبینیم که ما در زبان دری و عربی ز داریم. ز که نزدیک به ز هستن، همان قسم که در س ما استفاده کردین شما متوجه شدین که نوک زبان به کام نزدیک شده ز میشه. وقتی که تمام زبان به کام نزدیک میشه ز میشه، یا ز را محکم خوانده ز میشه.
مثال یا حرف دیگر حرف ژ هستند که در زبان پشتو معمولا 3 قسم تلفظ میشه، در 3 لهجه: ژ، ی و گ تلفظ میشه، در حالی که در متون سابقه و در زبانهای دیگر مثلا در زبان فرانسوی برای بونژور شما میبینین که اینجا ژ استفاده شده. پس ما با نظر داشته صداهای زبانهای دیگر میتونیم که اصلیت این حرف تضمین بکنیم و تعیین کنیم که این حرف ژ هستن که نزدیک و شبیه به ژ هستن. ژ را وقتی که محکمتر بخونین ژ میشه و در این وقت شین هم شباهت به ژ به این خاطر داره که در زبان پشتو در لهجه هایشان به 3 قسم خوانده میشه: شین، خین و خین، که بسیار شباهت در زبانهای دیگر یا مثلا در روسی که وجود داره شتو یا مثلا خرشو وجود شما متوجه میشین که این شین نزدیک به شین و شین نزدیک به یکدیگر هستند. پس شین را درشتر و محکمتر خوانده شین میسازیم. 4 حروف دیگر که مشخصات بسیار شبیه و نزدیک دارند است که این حروف یک ریتوپلکس یا کات خوردگی زبان دارن. این حروف وقتی که ادا میشن زبان قات میشه مثل یک کفچواری. به این اساس این مشترکیشان پندک است که ما راجع به گاب که وقت بحث میکردیم در اوجا اشاره کردیم. اینجا شما متوجه میشین که اینمی پندک بودن اینا به اینا یک خاصیت یا مشخصه خاص داده که ریتوپلکس شده و زبان در وقت ادای این حروف قات میشه. پس اینجا شما متوجه میشین برای نون هم ما نون داریم. نون اما نون خوانده ولی زبان قبچه کردن نون نور میشه. یا شما ر میبینین ر از ر ما ر میسازیم که در انگلیسی شما متوجه میشین انگلیسی نزدیک به این است. میبینین که ر و یا زبان یعنی این کلمه یا این حرف شما میبینین در انگلیسی هم هسته یا در زبانهای دیگر هم هسته. همان ر را زبان قاط کرده ر میسازیم. تی هم از حروف هستن که در زبان هندی و در زبان اردو بسیار زیاد دیده شده که چیزش تی هسته. تی شما ببینین در این هم وقتی که شما تی یا تی میگین زبان قبچه قاط میکنین و از تی میسازین. و دال هم از حروف هستن که در زبان انگلیسی و اردو دیده شده که مثال انگلیسیش دی هسته. دی ویژه شما متوجه میشین که دال زبان سرشان قطع کرده دال میسازیم. کاتگوری 4 کاتگوری هست که بسیار مهم است. بسیار به خاطر این بسیار خجل و فشار سرشان آوردم که تمام حروف یا تمام صداهایی که در زبان ها وجود داره حرکاتشان از این حروف میگیرن. این صداها نه تنها در زبان پشتو هست بلکه در تمام زبان های جهان وجود داره. در عربی، در اردو، در انگلیسی، در ترکی، در هر زبان حروف واول یا حروف صدادار که از خودشان صدا داره وجود داره که در زبان پشتو به این حروف خپلواک گفته شده. به خاطر این خپلواک گفته شده که خودشان میتونن که صدا بتن و هم میتونن که کانسوننت ها را حرکت بتن. این حروف در زبان پشتو با نظر داشت مشخصات خاص خود در کاتگوری گوناگون جابجا شده. کاتگوری اولشان کاتگوری آ هستند. آ این 3 صدا نسبی یک دیگر هستند. مثل اولا الف هستند که در کلمه بابا شما میبینین. دوم زبر هستند که نسبی الف میشه. در مثال شزه شما میبینین که اینجا در آخرش آمده و زبرکایی که در پشتو برشان میگن نسبی زبر هستند که در مثال نیکه شما میبینین که در اینجا آمده. زبرکای نسبی زبر هستند و زبر نسبی الف هستند. و همین قسم در زبان پشتو 2 واول هستند و چند واو دیگری که وجود دارن اونها در کانسوننت ها و یا در سمی واول ها میان. 2 واو که بسیار مهم هستند، یک واو کوتاه هستند و یک واو طویل یا دراز هستند. واو کوتاه در مثالی کدو او شما میبینید یک قسم کوتاه خوانده میشه و واو دراز شما میبینید در مثال بزو او. یعنی شما بسیار با آسانی متوجه میشین که فرق داره.
بعد از این کاتگوری ما کاتگوری دیگر کاتگوری یاها داریم. این دو یای واول هستند. گرچه در زبان پشتو ما یاها 5 تا داریم ولی دویشان واول هستند و دیگریشان سیمی واول یا کانسوننت هستند. اینجا شما متوجه میشین وقتی که ما این دو صدا را میگیم دهن برای خودشون یک حالت خاصی اختیار میکنن. به این اساس این دو یاها فرق دارن و یکیش کوتاه گفته شده و دیگریشان طویل گفته شده. مثلا ما میتونیم یک مشخصه خاصی که زبان پشتو داره ایست چیزی که خوانده میشه اونمو نوشته میشه. اینجا شما متوجه میشین وقتی که شما ای میگین مثالشان وڑی، ای وڑی. هر آن صدایی که شما شنیدین یا مثلا دیدین در یک متن پیش رویتان آمد که ای در خیرشان می آمد نوشتهشان این قسم میشه وڑی، سڑی، لرگی، منگی و امثال هم. و دیگر یایی که ما داریم که در زبان پشتو بسیار استفاده میشه و بالخصوص در لهجه مشرقی بسیار با استفاده میرن او ای هسته. ای که دراز خوانده میشه، به خاطر ای دراز گفته میشه که دهن در وقت ادایشان یک قسم در حالت درازی اختیار میکنن که مثالشان ما میبینیم مسته، شیده. شما میبینین متوجه میشین که ای میشه. هر صدایی که شما شنیدین و او یک قسم دراز بود او د ای میآید. کاتگوری پنجم که یک کاتگوری بسیار مهم هستند. به خاطر این بسیار گفتم که یاها مسئله ای هستند در زبان پشتو که خود پشتون ها هم نمیتونن یاد بگیرن. ولی یک آسانی را که در زبان به وجود آورده ایست که هر قسم که یک حرف خوانده میشد، هر قسم یک صدا تولید میشد، اما آن قسم نوشته میشه. شما نیاز به این ندارین که برین پشت تئوری ها، برین پشت گرامر که گرامر چی گفته شده، چطور هسته و چنان هسته. پس ایاها هم آسانی به وجود آورده هم مشکل ایجاد کرده. آسانی به این منظور به وجود آورده که وقتی که شما چند کلمه را میخوانین، کلمه‌های متفاوت میخوانین، شما میتونین که فرق بینشان چی کنین بفهمین. و مشکلش ایسته که در لهجه های زبان پشتو بیشترین اوقات گدود میشن. ولی خوبیش ما براتون تشریح کردم. الان میم سر مثال هایشان. شما اگر 2 مثالشان درست یاد بگیرین شما میتونین که هر صدایی یا هر کلمه‌ای که در جای دیگر میدیدین میتونین در چوکارت بندازین. مثلا شما در هر یا یک مثال یاد بگیرین، پس هر جایی که همان قسم یاد در چشمتان خورد شما میتونین که اون امور استفاده کنین. مثلا ای صدایشان ای، اوجا مثالش یک وڑی گفتیم. اینجا میم یک مثال دیگر میگیم مثل سترگی. اینجا شما متوجه میشین سترگی گی نیست، سترگی. مثال دوم در استرگی ما میتونیم مثال های دیگر بندازیم. سڑی، وڑی، منگی، لرگی، کوتی، غوتی. شما میتونین هر کلمه ای که در امین چوکات بود که ای در آخرش بود او چی میشه؟ اونم تو خوانده میشه. یای دیگر که بسیار معمول هستن، یای طویل هستن که ای صدا میشه، اونجا هم تشریح کردیم. مثالش اینجا مثلا برای شما میاریم خلیه. هر وقت که شما یک کلمه را خواندین که در آخرش یا آماد و یک قسم دانه باز شد سرش، خلیه، مسته، خلیه، کلمات دیگری هم زیاد وجود داره که شما میتونید در این چوکات بندازید. یای سوم یایی هست که به نام یای مؤنث مشهور هستند. و یای مؤنث به این خاطر مشهور هستند در هر کلمه در آخرش که یای مؤنث آمد همان کلمه مؤنث میشن. این حرف مثلا درنجلی، کوچی، کژدی، هر کلمه که در آخرش ای آمد او کلمه چی هستند؟ کلمه مؤنث هستند. حرف چهارم یا ای چهارم یای فعلیه گفته میشه و بالخصوص ای یا اکثر در فعل های امر میاین که صدایشان عین یای مؤنث واری هستند ولی فرقشان نیست که این فعل است، اسم نیستند. شما میبینید مثلا زی، خوری، چی و مثال های دیگری زیاد. یای آخر، یای بی نقطه یا یای مذکر گفته میشه یایی هستند که در کلمات میان که در آخرشان در هر کلمه که در آخرشان ای یا آماده بود او یا مذکر هستند. در مثال سڑی، منگی، لرگی و مثال های دیگری زیاد دارند. دوستای نهایت گرامی، یک چیز که ما میخوایم اینجا بر شما تشریح بدم ایست که ما صداهای ما در زبان پشتو حالتهای الوفونیک که در یک موقعیت یک قسم خوانده میشه، در یک
محیط دیگر دیگه قسم خوانده میشه زیاد داریم، ولی معمولا این 44 حرف استفاده میشه و بسیار برای فعلا قبول شدگی هستند که انشالله مطمئن هستم که شما مشکلتان که در زبان ها دارید با آسانی به طریقه یا به وسیله این حروف حل کرده میتونید. دوستای نهایت گرامی، این بود درس امروزی ما. تا درس بعدی، الله حافظ.